دوستان، ما روستای کسراسف زندگی میکنیم. روستای کسراسف از روستاهای زیبا و گردشگری بخش خنجین فراهان هست و این هم طبیعت بهاری روستا و این هم ویوی قشنگ روستا به همراه کلاداخ و این هم روستای چوگان هست که روستای همسایه ما با مردمان دوست داشتنی و طبیعت بک و کوههای سر برافراشته. الان هم امروز 28 اردیبهشت 1403 ساعت تقریبا 7:30 صبح می باشد و من و به همراه دوست خوبم آقای عدالت آبدینی در حال تهیه کلیپ و تصاویر خوب و بکر از منطقه و روستامون هستیم. امیدواریم شما گردشگران عزیز هم از این زیبایی های طبیعی و خدادادی این منطقه نهایت استفاده رو ببرید. عزت زیاد.